جان. اینجاها رو همه رو شخم زدم. تو ماه سپتامبر هستیم، تقریبا 16 و 17 سپتامبره که همون اواخر شهریور ایران. من میخوام اینجا دونه بکارم، مثلا جعفری، ترب، اینا رو تو این فصل بکارید، اصلا نمیسوزه. اگر در نیاد، حالا مثلا ماهایی که شمال انگلیسیم به نسبت جنوب خیلی هوا سردتره و بارندگی خیلی بیشتره. بکاریدم دیگه تو ماه می همش در میاد. مثلا الان همین جعفری که من کاشتم تقریبا 1 سال پیش کاشتم و تا الان کلی محصول ازش گرفتم و الان دیگه داره دونه میزنه که من باید بعد به حال فرصت که دونه هاش خشک شد دونه هاشو جمع آوری کنم که بعد دوباره بخوام بکارم. حالا میام این قسمت رو میخوام خلواش بکارم. پارسال که گرجستان رفته بودم مامانم برام دونه، یعنی خود خلواش رو آورد و من اینجا کاشتم و قشنگ گرفت، خیلی بزرگ شد و کلی هم دونه داد و الان من میخوام دونه هاشو بگیرم بکارم اینجا، چون تو گلدون کاشتم از قبل و اینکه خب اینجا چون آب و هوا سرده تو گلدون بهتر نتیجه میده. حالا میخوام یه تیکه هم توی زمین بکارم، هم چوچاق بکارم هم خلیواش بکارم که ببینم چجوری میشه. البته 1-2 باری روی زمین کاشتم نگرفت، ولی حالا اینجا هم میخوام امتحان کنم، امیدوارم که نتیجه بده. حالا اینا رو اینجا قسمت بندی میکنم که بتونم سبزی بکارم. این از این میام اینجا اینا رو میذارم که مشخص بشه. بریم بکنیم ببینیم چی میشه دیگه. این دونه شیویده، این دونه تربه و اینم دونه گشنیزه. میام این قسمتی که بیشتره دونه تربو میریزم، لابلاش هم سیر میکارم. بچه ها ترب و سیر با هم دیگه میسازن، سازگاری دارن و اینکه همدیگه رو ساپورت میکنن، یعنی به همدیگه میرسن، آسیب نمیزنن به هم. جای مامانم خالی، الان مامانم باید اینجا میبود، میگم اوتونه انشالله که بتونم بیارمش پیش خودم. روشو با دست آروم آروم زیر و رو میکنم که دونه ها بره زیر. حالا اینم میکاریم دیگه، شد نشدم فدای سرت. اینم دونه شوید ما که الان بعد از اینا الان میرم یه جا آب میارم، قشنگ بهش آب میدم
که انشالله در بیان و محصولات حسابی به من بدن. اینو ببینین دونه خالی باشه کندم ایشالله که پر محصول باشه. محصول میری عزیزا، ندی من ناراحت میشم و جیگر. ناز بخورم، نازم بدین بچه ها حتما یادتون نره. اینم سیرایی بود که بچه ها من پارسال کاشتم و این چند تا دونه دیگه نگه داشتم که اینا رو بکارم. الان اینا رو میبرم بغل تروبا ببینم سیری که خودم برداشت کردم به کارمش چجوری میشه. گلف گلف میکارم. گلف یعنی با فاصله فکر میکنم. آره انبست میشه نزدیک، گلف میشه با فاصله. با فاصله میکارم اینا رو دیگه. این میشه فکر کنم سیر محلی دیگه فکر کنم. اون موقع ها مامانم میگفت بیا یکم اینا رو یاد بگیر به درد آیندت میخوام. میگم وای من چی میخوام بکنم آخه بابا. اما واقعا میفهمم که هرچی اون موقع مامانا میگفتن درست بود. خدا اینم بکارم برم بالا دیگه. در فکر ظرف و ظروف نشستم باشم که کوکی درست کرده بودم. دیگه تا همینجا بسته که بعد بهزاد بیاد برم دوباره یکم دیگه سیر بگیرم بیارم بکارم. برم جمع کنم. این علفایی که از این باغ. خب بچه ها تا یه ولاگ دیگه با من. خدا نگهدار. مواظب خودتون باشین. امیدوارم که این ولاگا به دردتون بخوره دیگه. کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید لطفا تا براتون ویدیوهای باحال‌تر بذارم.